الله صلی الله علیه وسلم برای تغییرات میاره این گپا، برای ما تغییرات میاره این گپا. هوش ما را، ذهن ما را، فکر ما را، عقیده ما را با ما نشینی ما شوی، با دیک نشینی سیاه شوی، با دیک نشینی با ما بریم. ما منظور از ما من نیستم، ما اخلاق رسول الله، کسایی که داره سنتایش عمل میکنه، تقوایش داره، حیبتش داره، محبتش داره. هر کسی که است، از هر گروه و مردمی که است نشست کنین. و کونوا مع الصادقین، شما به همراه راستکاران باش. پیشکار ناز میداد پیامبر علیه السلام، پیشکار به حیوانات محبت میداد رسول الله علیه السلام. ها تفسیر کبیر در جلد 11 نوشته میکنم فخر رازی صاحب که یک روز یک شیر آمد از دور، گویا نشناخته که او رسول الله علیه السلام است. در دشت مدینه مبارک خرامان خرامان میره، از دور شیر آمد، رسول الله طرفش تبسم کرد، یا ایها الاسد، ای شیر، انا محمد رسول الله. یک بار شیر دنبک زد و پایکاش سرک شخم کرد به پاهایش، گفت شهادت میتم که تو رسول خدا هستی. همون راوی حدیث مبارک نامش مبارکش یادم رفته، گفت 10 سال بعد ما از دشت مدینه میگذشتم، همون شیر دیدم که میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حضرت عبدالرحمن جامی صاحب کتاب داره سیرت، در مورد سیرت، صاحب شرح جامی، اون نوشته میکنه که یک چوپان هم تو گنج استاد بود در بیرون مکه شریف. یک کسی میگذشت، گفت کجا میری؟ ورخطا میری؟ گفت یک کسی آمده بسیار مهربان است، بسیار دلسوز است، بسیار صمیمی است. کیست تو؟ محمد رسول الله علیه السلام. گفت خود چی است و کی است؟ خب پیغمبر است، سفیر خداوند در روی زمین است. گفت تو کجا میری؟ میرم مسلمان شم، میری به همراهم؟ گفت میرفتم خو، اما افسوس که گوسفنده ها هست، مثل که تو می دکان من چکنم. محترم یک روز جمعه داریم ما دیگه، ها؟ یک روز جمعه است، کاغل کی بکنه؟ محترم کی نگاه کنه؟ دکان ها را این سیر نمیشه. گفت گوسفنده های مرا اگر کس پیدا میشد که نگاه میکرد، من میرفتم به این شخص مبارک ایمان میآوردم. یک بار گرگ به زبان آورد، گفت اگر اجازه باشه ما به احترام رسول الله علیه السلام، چون او به ما رحمت است، گپ سر است، چون او به ما رحمت است به حیوانات هم به می احترام رحمتش، برو گرگی که گوسفندا را میدرونه، ما به احترام محمد رسول الله گوسفندایت نگاه میکنم. گفت جالب است، گرگ سخن میگه. گرگ ای گفت کافر، جالب است گرگ سخن میگه. گفت ای جالب نیست که گرگ سخن میگه. کسی در مکه آمده به نام محمد رسول علیه السلام، آسمان و زمین افتخار داره که یک بار او را ببینه، به تو میسر است نمیری نمیبینی و برش ایمان نمیری. دیگه ای آدم بیوار شد و بیتاب شد، دوید و مکه شریف تا به جناب حضرت محمد رسول الله رسید، کلمه خواند و مسلمان شد. خدایا ما را از رحمتیت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم مستفید بگردان. کسایی به جناب رسول علیه السلام در فتح مکه سر خورده که یگان تاشه که میگیم اون پورا میشود، به خروارها است، به صدها، به هزارها است. ده استاد شد، همو کسای دم رویشان استاد شده که سنگ به پیشانی زده. حال روز فتح مکه است، مسلمان ها قوی شده، مکه را فتح کرده، صف بستنی تو سراخ هم کسای استاد است که به دیگ مبارکش خاکستر انداخته. بی عایشه میگه رضی الله عنها، حدیث صحیح بخاری است، ماه 15 میشد، 16 میشد، ما مهتاب میگه آسمانی را 30 میشد، در خانه چیزی نمیافتیم که دود کنیم، دیگ کنیم. باز اگر دیگ میافتن خاکستر به دیگش. کافر از همسایگی ابولهب و ابوجهل کی به خاکستر به همسایگی. یک روز جناب پیغمبر علیه السلام تماما این مغزابه های آب خاکستر به دست مبارکش بیرون میندازه. و بچه های همسایه چی میگه؟ بچه هایم این خورای همسایه داری نیست که شما خاکسترتان رو به خانه ما مندازین.
خوب است که این خاکسترها را به خانه ما ناندازین. خانه ما سرک نیست، اولی محمد یتیم است صلی الله علیه وسلم. امو کسا در فتح مکه استاد است دم روی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کسایی که حدیث صحیح بخاری از شما از علما شنیدین شکمبه شطوره که به گردنشان میماند و بی فاطمه میآید و شکمبه شطوره بالا میکنه که اینجا دعای بد هم میکنه پیغمبر علیه السلام. اللهم الزم القریش، یه لا قریش لازم بگی به هلاکت قرش گرفتار، به قرش گرفتار کن. امون نفرام استاد است دمیروی که پارو را به سر مبارک رسول الله علیه السلام نفته. گفت که چه فکر میکنین شما در مورد امروز ما؟ گفت هیچ دیگه، امروز ما هستیم و شما قدرت دارید. گفت کاری که حضرت یوسف و برادراش کرد امروز امو کار ما به شما میکنم. گوش کو برادر، کسایی که دم روی پیغمبر علیه السلام استاد بود حتی مسلمان نبودن و پیغمبر برشان چی گفت صلی الله علیه وسلم. یک بار اینا زمزمه کردن 2000 نفر به یک آواز اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله که در بین حضرت اکرمه گریخته بود مبارک که پس آمد پیشتر که قصهش گفتم کلمه خواند و مسلمان شد. نصر الدرر نوشته میکنه که یک صحابه مبارک بود و جماعت خفتن رفته نمیتوانست. او به نزد پیغمبر علیه السلام آمد گفت یا رسول الله حیوانی دارم شتر یا اسب، بار ما که وقتی بار میکنم پایان میغلطنم. گفت بیار حیوان، بیار حیوان به نزد ما بیار. گفت یا رسول الله نمیآید که کش کنی میزنید نمیآید. گفت برش بگو که به نزد محمد رسول الله تو را میبره. باز میآید از ریسمان حیوان گرفت. گفت تو را امی حیوانی که یک کمی تندخوی است بدقار است، گفت تو را من به نزد رسول الله میبرم علیه السلام. یک بار اشکاش جاری شد و میدود طرف پیغمبر علیه السلام. وقتی که نزدیک پیغمبر گرامی آمد صلی الله علیه وسلم گفت ای شتر یا اسب چگونه جرأت کردی که بار شاگرد مرا صحابه مرا نمیبری؟ این شتر البته به زبان حال به خداوند ناله کرد که بیش چند لحظه من گپ بزنم که مردم صدای مرا بشنوه. معجزه رسول علیه السلام مثل انسان در سخن در آمد. گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی که امر شما را نگیره من امری از او را نمیگیرم. این مبارک کسی است که 4 وقت به جماعت میره. برش بگوین چرا یکی از سنتایتان که جماعت خفتن است ترک کرده؟ هرگاه به جماعت بره من بارش نمی اندازم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مبارک رویش در داد که صحابه گریه میکرد. گفت راست میگه یا رسول الله، بعد از این میرم به جماعت. خداوند ما و شما را اهل جماعت بگردانه، بالای ما رحم بکنه که یک قطره از اخلاق حضرت پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم نصیب ما شود. شما اگر برین طرف مدینه شریف، این در سیرت میگم که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همسایه هایشان، با اونایی که یهودی هستند، با اونایی که مسیحی هستند، با اونایی که نه تنها منافق هستند بلکه رئیس منافقین هستند، چی قسم برخورد میکنه این رحمت العالمین؟ میخیده که جنازهش بره. آیت نازل شد که اجازه نیست، نمیتونی ایستاشی به سر قبرش، نمیتونی نمازش بخوانی یا رسول الله. اینقدر دلسوز. بچهش آمد، بچه عبدالله ابن ابی منافق، کالایتان بتین. گفت چه میکنین؟ گفت پدر مرده، کفن برش میکنیم مگر به برکت کالای شما خداوند اگر رحم کنه. قریب از کالایشان بته یا کالایشان داد که او فایده نمیکرد. او خوب ایمان بود، منافق بود. یعنی مهربانی بیش از حد حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هنوز مهربانی های واقعیشان که در میدان محشر است مانده. اگر شما عزم کرده در محشر پیش بودین، باز مرا گرفته ببرین به حضورش، و اگر من پیش بدم شما را میبرم به حضورش. قبل از این که جناب رسول علیه السلام را برسیم، بسیار روز وحشتناک است. شما آیات قرآن زیاد در مورد قیامت خوانده باشید، بسیار خطرناک است. در احادیث بسیار پر وحشت. چی میشه که در اون روز دست یک دیگر را بگیریم بریم یک لک نفر السلام علیک یا رسول الله،
و برش بگوییم که پیغمبر گرامی اصلا آبرو نیست که به حضور پروردگار بریم، میدانش است که مهربانیتان نشان بتین و انشاءالله دعای ما شما در روز قبول خواهد شد. اما اونا گفتن که من ترک سنتی لم ینال شفاعتی، کسی که سنت مرا ترک میکنه از شفاعت من محروم است. خداوند به ما شما توفیق بده که سنت های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نکنیم. لایق زور ما چرا با در جای دیگی میگه که کلان گناهگارا را در میدان قیامت شفاعت میکنم. حدیث ترمذی شریف شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. خداوند شما رو مدینه ببره. همین حدیث با رنگ طلا در مسجد مدینه فعلا هم نوشته است شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. شفاعت ما، سفارش ما بر کلان گناهگارای امت ما است. و او لحظاتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه